روز عرفه به عنوان با ارزشترین و با فضیلتترین و محبوبترین عمل به نزد الله جل جلاله به حساب می آید. چرا که از میان این 10 روز بزرگترین و با ارزشترین روز عرفه به نزد الله جل جلاله است. به چند دلیل روز عرفه قداست ویژه به نزد الله جل جلاله دارد. یکی این که روز عرفه روز تکمیل دین هست. در روز عرفه الله جل جلاله دینش را برای پیامبرش و امتانش به پایه کمال رساند. بعد از روز عرفه دیگر حکمی از حلال و حرام برای مسلمان ها پیام داده نشد. آیه 30 سوره مبارکه مائده در روز عرفه نازل شد. الله جل جلاله اعلام فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دین شما را کامل نمودم، نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان محبوب ترین و پسندیده ترین دین برای شما برگزیدم و انتخاب کردم. بله، روز عرفه روز تکمیل دین الله جل جلاله است. دیگر اینکه روز عرفه روز نجات و آزادی دوزخیان از دوزخ و جهنم الله جل جلاله است. رسول علیه السلام می فرماید ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. هیچ روز مثل روز عرفه الله جل جلاله بندگان دوزخی خود را از زمره دوزخیان و جهنمی ها آزاد نمی سازد. اون اندازه‌ای که در روز عرفه الله جل جلاله جهنمی ها را از دوزخ آزاد می سازد، در هیچ روزی از روزهای دیگر ماها به اون اندازه آزاد نمی سازد. به این اساس روز عرفه قداست و اهمیت و فضیلت بزرگ دارد. سوم این که روز عرفه روز مغفرت و بخشش گناهان هست. الله جل جلاله به برکت یک روز عرفه 1 سال گناهان گذشته و 1 سال گناهان آینده مؤمن و مسلمان را مورد مغفرت و بخشش خودش قرار میدهد. این هم وعده من نیست، پیام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. میفرماید صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. روزه یک روز عرفه من امید دارم که الله جل جلاله به برکت آن 1 سال گناهان گذشته و 1 سال گناهان آینده مسلمانی که به برکت یک روزه عرفه الله جل جلاله خطا و زنگار و آلودگی 2 سال گناه ما را شستشو میدهد و پاک میسازد. این همه پیام های محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست.